بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادران عزیز، خواهران محترم، موضوع 13 که ما و شما دیروز شروع کرده بودیم رد مرض فکری و اعتقادی شیطان پرستی بود. در اینجا ما و شما مثل که پیشتر برادر ما گفت 5 بحث شروع کردیم که بحث اولش معرفی شیطان و اقسامش بود. این دیروز خواندیم، تکرار نمیکنیم. بحث دومش وسایل ابلیس در گمراهی انسان بود. این هم ما و شما شروع کردیم و گفتیم با کدام اشکال و وسایل شیطان انسان وسوسه میکنه و بر گمراهی انسان سعی و تلاش میکنه. اول وسیلش گفتیم وسوسه هست و در وسوسه اولش ممانعت از رفتن برای مستقیم بود که شیطان سوگند خورد که من انسان به هر شکلی که باشه از راه صراط المستقیم ایره دور میکنم. علامه طبری رحمت الله علیه گفت که صراط المستقیم سبیل الحق است، یعنی راه مستقیم است. و باز گفت که من از چند طرف به اینا حمله ور میشم. ایرام خوانده بودیم. امروز که میخوانیم زینت دادن اعمال زشت است. آیت قرآن الله متعال در سوره نحل آیت 63: تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحیم. تالله قسم داده الله به ذات، لقد یقینا سر ارسلنا من لگلی الى من قبل که نور امتیانو تا چه مخکلتان و رسول الله صلی الله علیه وسلم نور پیغمبرانم لگلیو. فزین لهم الشیطان اعمالهم، نو زینت ورکر خایسته کرد شیطان دوی اعمال دوی په نظر کی. فهو ولیهم، نو دا شیطانان چی دی دوی دوستان دی. الیوم نن هم ولهم عذاب علیم، او دوی دی پارا دیر دردون کی عذاب دی. ما و شما از تالله چی درس میگیریم؟ انسان مسلمان وقتی که در مقابل کلام الله متعال قرار میگیره از هر کلمه ازی باید درس بگیره. ما و شما شاگردای مکتب قرآن هستیم، پس از هر آیت قرآن چند درس میگیریم برای اصلاح خود. ما زیاد اشتباهات داریم، زیاد غلطی ها داریم، از هر دیدگاه ما اشتباهات زیاد داریم. پس از هر کلمه قرآن یک درس میگیریم، 2 درس میگیریم، 3 درس میگیریم با اندازه توانایی خود. اینجا الله متعال تالله، تا حرف قسم است. اینجا وقتی الله متعال به ذات ذوالجلال خود قسمیات میکنه معلوم میشه که موضوع بسیار موضوع بزرگ و موضوع بسیار اساسی و کلیدی و خطرناک و مهم است. هم اساسی است، هم کلیدی است، هم خطرناک است، هم مهم است. پس شما متوجه باشین که الله به ذات ذوالجلال خود قسمیات میکنه که قسم است ای انسانی که تو قرآن میخوانی، لقد ارسلنا الى من قبلک، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم به یقین داشته باشین، باور داشته باشین که ما با عظمت و قدرت و جلال خود فرستادیم پیغمبران را الى من قبل که به امتهای قبل از تو. بر از اونا هم
پیغمبران را به خاطر هدایت فرستادیم. پس از ارسلنا درس میگیریم که هیچ امتی در جهان نبوده که برشان پیغمبری نامده. برای هر قریه، حتی احیانا در یک قریه چند پیغمبر بودن. مثلا در اونجا که موسی علیه السلام بود، در اون منطقه پیغمبر دیگه که برادرش بود هارون علیه السلام هم بود. در اونجا که ابراهیم علیه السلام بود، در قریه دیگه لوط علیه السلام هم بود. و وقتی که آخرین پیغمبر آمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم، علمای اسلام، اول صحابه، باز تابعین، باز تبع تابعین، بعد از او تا روز قیامت علمای ربانی هستند که وظیفه پیغمبران را پیش میبره. و ما و شما که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، کنتم خیر امه، به خاطر چی گفته شدیم بهترین امت؟ به خاطر ازی که ما عمل پیغمبران را انجام بدیم. هر کدام ما و شما باید چی کنیم؟ دعوتگری باشیم، راه پیغمبران را برای مردم راهنمایی بکنیم. اول خود اصلاح بکنیم، باز دیگران را هم دعوت بکنیم. من قبل که قبل از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان چی کرد؟ بر از اونا هم اعمال زشت از اینا را زیبا ساخت. شما اگر ببینین یک نفر در یک حزب منحرف در حرکت است، آنقدر شیطان بر از او زینت داده، آنقدر در او خوشحال است. چرا؟ شیطان در قلب زی برش وسوسه میکنه که راهی که تو میری بسیار درست است. یک نفر گناه میکنه، خوب میفهمه که اینمی جرم از گناه هست، بازم شیطان ایره برش زینت میده. یک نفر بی‌حیایی میکنه، یک نفر ناموس خود در معرض دیدگاه دیگران قرار میده، لکن شیطان برش شده زینت داده. خوب میفهمه که بسیار بی‌غیرت بزرگ شدیم، لکن بازم شیطان برش چی میده؟ زینت میده و به عمل زشت خود روان است. به خاطر چی میگه الله؟ قسم میخوره که شیطان خطرناک است، دشمن شما هست، شیطانای انسانی هست، شیطانای جنی هست، مثل که امتهای قبلی را هلاک ساخت، شما را هم هلاک میکنه. فهو ولیهم الیوم، امروز هم دوست انسانهای بیدین کی هست؟ امو شیطانهای انسانی و جنی هست. الله میگه ولهم عذاب علیم، بر از اینا عذاب سخت و دردناک است. پس انسان متوجه باشه به دسایس شیطان. شیطان وقتی زینت میته اعمال زشت، باز بعضی اوقات چی میکنه؟ خودش در جایی که جای شکست است باز فرار میکنه. در غزوه بدر شیطان آمد به اشکال مختلف مشرکین درگیر کرد با رسول الله صلی الله علیه و سلم. در سوره انفال آیت 48 را بخوانین. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شدید العقاب. و از و هنگامی که زین زینت داد لهم برای امین مشرکین مکه در غزوه بدر الشیطان و شیطان اعمالهم، امی اعمال زشتی که ابو جهل اینا را دعوت کرد که شما برین و مسلمان ها را هلاک و نابود کنین. شیطان برشان این کارشان بسیار زینت داد و قال، و برشان گفت که لا غالب لکم اليوم، برشان این قسم فهمان
گفت سر شما هیچ کس امروز غلبه کردن نمیتونه. امروز شما لشکرتان زیاد است، تعدادتان زیاد است، وسایلتان زیاد است، صلاحتان زیاد است، در مقابل کسانا بسیار غریب، بیچاره، عاجز هستند. در مدینه یک تعداد مردم کمی هستند. شما تمام امکانات دارین. از نگاه سیاسی شما پیش هستین، از نگاه اقتصادی پیش هستین، از نگاه لوجستیکی پیش هستین، صلاح بسیار خوبش دارین، امکانات زیاد دارین، تعدادتان بیشتر است. هیچ کس سر شما کامیاب شده نمیتونه. من الناس، هیچ کسی از انسان ها سر شما بسیار یگانه قوتی هستین در این منطقه. و در پالوی ازی برشان چی گفت؟ و اینی جار لکم، من هم جوار شما هستم، در کنار شما هستم، من هم به ضد از اینا با لشکر خود می جنگم. الله متعال میگه، میفهم که شیطان چی میکنه؟ فلما تراءت الفئتان، وقتی که اردو گروه، لشکر اسلام با لشکر کفر روبرو شدن، یک دیگر را دیدن، نکس علی عقبیه، شیطان به عقب برگشت، روی خدا دور داد، گریز شروع کرد. و قال اینی بریء منکم، گفت من از شما بیزار هستم. تا پیشتر میگفتی که من کت شما هستم، همکارتان هستم، دوستتان هستم، شما را مدد میکنم. حالا که میدان جنگ شد گفت نه، من از شما بیزار هستم. چرا؟ اینی ارا ما لا ترون. شیطان گفت من چیزی را میبینم که شما نمیبینیم. شیطان چی را دید؟ دید که لشکر ملائکه جبریل امین سهل میکنه که با لباس زری پوشیده. جبریل امین شمشیرهای در دستایشان است که در غزوه بدر میگه کسی میدیم که میزد 2-3 نفر کلایشان مفتاد. صحابه ایران میماندن، من خیلی کلی شدم بود دیگه، وقت وام کتش افتاد. شیطان گفت من چیزهایی را میبینم، کسایی را میبینم، لشکر الله را میبینم که شما دیدن نمیتونین. پس فرار کرد. اینی اخاف الله. شیطان چی میگه؟ من از الله میترسم، من از الله میترسم. والله شدید العقاب. و الله که از بسیار سخت عقاب کننده هست، سخت جزا میده. هم در دنیا رسوا میکنه، هم در آخرت. در دنیا ابو جهل دیگرها همکارایشان امیه بن خلف تکت تکت شدن، و در آخرت هم عذابشان هنوز ماندگی هست. پس الله متعال میگه متوجه باشین که شیطان مثل از ابو جهل وار شما را هم جاهل جور نکنه. چرا دوستی شیطان چی است؟ در نیمه راه هست. روزی که سرش فشار آمد در میدان الهیت میکنه. باز میگه من از تو بیزار هستم، نه تنها دوستت نیستم، من از تو بیزار هستم. و در آخرت هم شیطان میگه برای انسانهای بیدین که فلا تلومونی ولوم انفسکم، شما مرا ملامت نکنین، خودم ملامت کنین. شیطان میخیزه در مقابل این انسان‌ها استاد میشه، انسان‌های بیدین، کسایی که به گپایش گوش گرفتن. میگه خجالت نمیکشی؟ قرآن نداشتی، پیغمبر نداشتی، علما برای درس نمیدادن، عقل نداشتی، حس نداشتی، تمام نعمت‌ها پیش رویت بود، باز آمدی در یک وسوسه ما خود در لودگی زدی. صدها چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا که افتد و بیند سزای خویش. باز اینی قسم الله متعال میگه که تو نشه که با زینت دادن اعمال زشت شیطانی شیطان شما را گمراه کنه و باز خودش از شما اظهار براعت بکنه، خودش فرار بکنه، شما را در میدان تناب بونه و باز اونجا در مقابل لشکر الله شما را قرار بده و شما باز خودتان رسوای دنیا و آخرت شوین. کوشش کنین که از گذشته درس بگیرین و مثل شیطان خدا جور نکنین. دیگه از شیطان چی میکنه؟ مشغول نمودن به پدر پرستی. وسوسه دیگه شیطان چی است؟ انسان همیش مشغول میسازه که تو قوم داری، پدر داری، پدر کلانایت است، قومتان است، زبانتان است، نژادتان است. قوم پرست باش، وطن پرست باش، زبان پرست باش.
راه پدرت ترک نکنی، راه پدر کلانایت را ترک نکنی. نه خیر، پیش یک انسان دانشمند و فهمیده و با ایمان، معیار کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر پدر من با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برابر بود، انوز خوب. اما اگر پدر من مخالف کتاب الله بود، الله متعال در سوره لقمان آیت 21 این موضوع را برای ما و شما درس میده، میفهمونه، میگه گوش کنین. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که برای زنا گفته شود که مطابقت از ما انزل الله بکنین. الله دو قسم وحی روان کرده، یکی وحی جلی هست، یکی وحی خفی. وحی جلی قرآن عظیم شان است، وحی خفی احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس الله متعال میگه که این مردم، یکی از صفات انسانهای جاهل چی هست؟ الله متعال میگه انسان جاهلی که تحت دسیسه شیطان و تحت برنامه های شیطان قرار گرفته، مشکلش چی است؟ وقتی برشان گفته شود که از کتاب الله و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کنین، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، ما متابعت از چیزی میکنیم که ما به او پدرای خدا یافتیم. الله متعال میگه اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، آیا چنین نیست که شیطان اینها را دعوت میکنه به طرف عذاب دوزخ؟ و اذا کله چه قیل ویلسی لهم ددیم بیدین و خلقو تا اتبعوا ما انزل الله، تاسو خو مسلمانانی ما انزل الله تا د کتاب الله او سنت رسول الله چې وحی جلی و خفی ده، د دې نه مطابقت وکړه، خلاص ته خو مسلمانې. قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا، مونږ مطابقت کوو د خپل د پلارونو نه، که پلار مې کمونیست زم کمونیست یم، که پلار مې قوم پرست زم قوم پرست یم، که پلار مې هندوی زه هم هندو یم، که پلار مې بیدین زم بیدین یم. نه خو داسې خو څوک نه کوي. این کار درست نیست. پشت نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش و اگر مردی. سعدی رحمت الله علیه نصیحت میکنه برای پسر خود، برش میگه پسرکم وقتی تو را در قبر نهند نگویند پدرت کیست، گویند عملت چیست. نمیگه که بچه کی هستی. پس انسانهای بی دین و بی دانش فقط پدر پرستی و قوم پرستی و زبان پرستی، ما وجدنا علیه آباءنا. و الله متعال میگه این برنامه را شیطان به خاطر چی برشان میده؟ به خاطری که اینا را به عذاب سخت دوزخ اینا را چی کنه؟ گرفتار کنه. حالا حتی بسیاری کسا را سأل کنی رسول الله صلی الله علیه و سلم یه عمل کرده، حالا علما و مجتهدین اسلام آمدن اجتهاد کردن بسیار با صداقت. امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، امام ابن تیمیه رحمت الله علیه، تمام علمایی که بودن مجتهدین اجتهادات خدا کردن. لکن تمام علما چی میگفتن؟ میگفتن اذا صح الحدیث فهو مذهبی، وقتی که حدیث صحیح بود مذهب ما هست. چرا؟ گپ ما گپ است، گپ پیغمبر وحی است، گپ اماما اجتهاد است، امکان صواب و خطا را داره، اما گپ پیغمبر خو وحی است. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. حالا چی کردن؟ بسیاری کسا چی میگن؟ والا صاحب 4 مذهب است. خب قبول داری 4 مذهب؟ این 4 قبول دارم، هر 4ش حق است. دگاهش خب قبول ندارم، کتزواخ جنجال دارم، خدمی 4 تا که قبول دارم. بازی هم چی میگه؟ ای از دین چی جور کردن؟ یک جریب زمین. بازی جریب زمین 4 تقسیم کرده. این حدیث شافعی است، ای از حنبلی است، ای از مالکی است، ای از حنفی است. والا ما صاحب او حدیث نمیگیرم، چرا او خواهم 5 بسوه برای شافعی رسیده، او مربوط شافعی است، او دیگهش مربوط امام. این صاحب 25% احادیث عمل میکنم که از ما هست. آیا ابوبکر صدیقی گپ میزد، آیا عمر فاروقی گپ میگفت، یا اونا کلش هم میگرفتن.
آیا امامای ما که اجتهاد کردن این گپا گفتن؟ نه، بلکه تعصبات قومی و زبانی و مذهبی به اندازه انسان تحت تاثیر خود قرار میده که حتی احادیث پیغمبر هم مثل میراث وارد تقسیم میکنه. این حدیث چطور کنیم؟ این در مذهب ما و شما نیست، این شافعی است. خب این حدیث دیگه در صحیح بخاری خواندم، جناب چطور کنم؟ این در حنبلی است. یعنی مثل که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم 4 یک جریب زمین بانه، بازو یک جریب زمین تقسیم 4 کنی. او دیگه 3 تقسیمش از ما نیست، از ما اینه فقط این قسم خو نیست. پیغمبر خو از کلگی هست. این حدیث شخصی شافعی خو نیست، حدیث شخصی حنبلی خو نیست. کتاب الله هست، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وقتی که حدیث صحیح شد این مذهبشان است. اگر او حدیث منسوخ باشه یا حدیث مثلا عمل بهش نمیشه یا حدیث دیگی او مثلا از او که قوی تر است و ایره به حکمش به او حدیث دیگه عمل میشه، او اجتهادات علما اگر تو باشه. اما اگر هیچ گپ نیست ها، صرف به خاطر ازی که حدیث در کتاب شافعی خواندیم و اونا گرفتن، اینی درست نیستن. پس انسان مسلمان نباید تحت تأثیر تعصبات بره، حتی ولو تعصب قومی خود زشت است، کفر است. تعصب زبانی شرک است، کفر است. چرا تعصب قومی و زبانی کفر است؟ به خاطر مثلا خودت میگی که ما تعصب میکنی، میگی استاد تو پشتون هستی، من تاجک هستم تو را خوش ندارم. یا استاد تو تاجک هستی، اینه من تو را دیدم تو خود دری گپ میزنی، ز پختونیم تا سره نجوړیږم. استاد روز که یک نفر دیدم تو ازبکی گپ میزنی، قندق سه طبیعت یخشی جانمان جرمه، برو دیگه من تو را کار ندارم، استاد تو ازبک هستی. آل ما استاد که ازبک هستم، آیا من عریضه داده بودم برای الله که مرا در خانه ازبک پیدا کن؟ من عریضه داده بودم که الله مرا در خانه پشتون پیدا کن؟ من عریضه دادم که الله مرا در خانه تاجک پیدا کن، یا الله مرا در خانه عجم پیدا کن یا عرب پیدا کن؟ و یا ای که ای قضای الهی هست؟ هر کس در یک جایی. پس تو که مخالفت میکنی، حالا که ما مخالفت میکنی یا که قضای الهی؟ از این خاطر قوم پرست از این ناحیه کافر میشه. چرا؟ که کی میجنگه؟ که الله. پس شیطان چی است؟ یدعوهم الی عذاب السعیر، به طرف عذاب دوزخ میکشونه. دیگه چی هست؟ چهارمیش فراموش نمودن یاد الله. در سوره مجادله الله متعال میگه که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ غلبه نمود علیهم بالایشان کی؟ از شیطان و شیطان. فانساهم ذکر الله، پس اینا را فراموش گردانید. برایشان چی را فراموش گردانید؟ ذکر الله، یاد الله را از یاد از اینها کشید. اولئک، همین مردم حزب الشیطان، در حزب شیطان هستند. الا، آگاه باشید ای مسلمانا، این حزب شیطان، یقینا که حزب شیطان هم الخاسرون، کسایی هستند که در خساره هستند. انسان هایی که در راه غلط رفتن، الله متعال میگه استحوذ علیهم الشیطان. پس وقت انسان در گام های شیطان قرار میگیره، در اندک گام اول که اونجا گفت که ولا تتبعوا خطوات شیطان، یک کسی از گام های کوچک شیطان متابعت میکنه، از گام های خرد و ریزی، بالاخره گام بالا بالا بالا، زینه به زینه، استیپ با استیپ پیش رفته میره. الله متعال میگه استحوذ علیهم الشیطان، این مردم کسایی هستن که شیطان سر از اینا غالب شده. شیطان چه قسم غالب میشه سر یک انسان؟ در قلب انسان شیطان چطور تأثیر میکنه؟ شیطان
وقتی یک کس یک گناه میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که با مجرد یک گناه عادی یک داغ سیاه در قلب ازی پیدا میشه. اگر توبه کرد این داغ پاک میشه، اگر نه گناه را تکرار کرد این نقطه های سیاه زیاد شده میره تا کل قلب ازی چی میشه؟ سیاه میشه. وقتی که سیاه شد قلب ازی تحت سیطره کی قرار میگیره؟ شیطان. تمام اعضای بدن ازی چی میشه؟ تسلیم شیطان میشه. استحوذ علیهم الشیطان. وقتی که شیطان سر ازی غالب شد، شیطان چی میکنه؟ یاد الله را از ذهن ازی میکشه. حال دیگه نماز به یادش نیست، عبادت به یادش نیست، جنت به یادش نیست، دوزخ به یادش نیست، مرگ به یادش نیست، عذاب الله به یادش نیست. به این شکل ای دیگه همه چیز فراموش شده. فکر میکنه اینمی دنیاست و لذت های عادی زندگی دنیا هست. خلاص شدیم دیگه. اما به چشم خود میبینه، که فلان نفر مرد. با چشم خیش مینگری کان فلان نماند. با گوش خیش میشنوی کان فلان نماند. در گوش دیگران خبرت هم رسیده نیست. ای دل سعی کنید، یک شاعر مسلمان است، ای برای خود خطاب میکنه، میگه ای دل تو را ندای مرگ هم شنیده نیست. ای دل تو را ندای مرگ هم شنیده نیست. صبح اجل ز مطلع عمرت دمیده نیست. هر روز صبح میخیزی، یک روز صبح اجلت میباشه. تو دیگه خوب دریشی یکتا میپوشی، کلاکایت جور میکنی، خوب استایلت جور میکنی، تو دیگه روان هستی و ملک الموت وقت برش پرزه رسیده که 8:30 یا 9 بجه زندگی ازی ختم است، روح ازی باید قبض شود. ای دل تو را ندای مرگ هم شنیده نیست. صبح اجل ز مطلع عمرت دمیده نیست. بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناز. زیرا که از این جهان تو به کلی بریده نیست. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است. این یک حقیقت است. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است. اعمال نیک کن که قیامت رسیده نیست. من مات فقط قامت قیامته. کس که مجرد مرد قیامت ازی شروع شد. چون حضرت رسول الله در جهان نماند، کس را چه اعتماد به نابود بودنی است. از گوش خیش میشنوی کان فلان نماند. در گوش دیگران خبرت هم رسیده نیست. سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، روزی قفس شکسته و مرغش بریده نیست. این قفس سینه تو مثل یک قفس است که در بین ازی روح مثل یک مرغ است. سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، روزی قفس شکسته و مرغش بریده نیست. پس کسایی که استحوذ علیهم الشیطان، شیطان سر از اونا غلبه کرده، باز از یاد الله اینا را غافل ساخته. الله متعال میگه یا کی هستن؟ اولئک حزب الشیطان. دو حزب است. یکی حزب رحمان است، حزب الله، حزب الله است، حزب رحمان است، و یکی حزب شیطان است. دیگه حزب پیش الله وجود نداره. نامت هر چی میمانی نامبان. شاید یک نفر نام خودش بسیار نام خوبش بانه، اما کار شیطان میکنی. کار شیطان میکنی نامت ولی. گر ولی این است، لعنت بر ولی. بعضی کساس خود بسیار نامهای زیبا میته، لکن کارش کار کی است؟
شیطان است. به نام بردن تو سر تو مهم نیست. الله متعال اعمال تو را و اعتقادات تو را و قلب تو را و فکر تو را کلش با خبر است که آیا تو در حزب رحمان هستی یا در حزب شیطان. الله متعال میگه اینی صفات اگر در وجود کس بود که شیطان بالایش غلبه حاصل کرده. چی علامت غلبه شیطان؟ از مسلمان که در کافر زیاد دوست داری، خلاص حزب شیطان هستی. همین کسایی را که ببینی که از این خارج میاین، چون شیطان کافر خارجی اقدر در قلب از یا جای گرفته، باز میای اگه مسلمان بیچاره مظلوم یک اشتباه کرد، این مسلمان ها را سعی کن، والله سعی کنی در این موتر سعی بالا نمیشن، چی مسلمان ها. او خارجی که زن خود در چارایی انداخته، خوارایش روی سرک افتاده و زنا همراهش میشه و خودش هم به تنبان در روی سرک اما تو لچ روان از لب بحر است، باز میگه چقدر خوب مردم هستن، چقدر سنگین مردم هستن، چقدر با حیا هستن. خدیگه چی کنه؟ خدیگه چی کنه خودی که به حیا شوه؟ یک روز در اروپا رفتم، در ترمینال اونجا که کتابخانه بود، مچم چی بود، مجله فروشی بود، گفتم باش دقیقه آوردیم چند ساعت منتظر هستیم، بیرون برآمدیم، شهر رفتیم این طرف. گفت نه هنوزم سفر شما منتظر از باشین. خب یک ساعت 2 ساعت ما رفتیم، گفتیم یک مجله بگیریم. امی هر مجله را که بالا میکنم بی حیایی است. امی هر مجله بازی جناب پیش ما میاد، باز بر ما توصیف میکنه که وا بسیار با حیا مردم هستن، وا بسیار شریف مردم هستن. دیگه چی کنه که به حیا شوه؟ کالای خود خوس انداختن، تنبانا رو موس انداختن، لب بحر هم موسو کردن، فیلمایشان هم کلش چید، مجلهایشان هم کلش از به حیایی پر است. این باز میاد بر ما توصیف میکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه استحوذ علیه به شیطان، در ذهن از شیطان اینقدر غلبه حاصل کرده که هیچ عیب شیطان نمیبینه. و زین لهم الشیطان زینت داده فانساهم ذکر الله، فراموش از یاد الله را نمیکنه که الله چی گفته. الله برات میگه انما المؤمنون اخوه. اینمی مؤمن عاجز بیچاره غریب مسکین لباسای فقیرانه، اینمی برادر تو هست، اینمی برادرت هست، اینمی رو باید تو قبول بکنی. اولئک الله متعال میگه اینمی حزب شیطان هستن. الا آگاه باشید ان حزب الشیطان هم الخاسرون. حزب شیطان هر قدر که موتر داشته باشه، خانه داشته باشه، زندگی داشته باشه، قدرت داشته باشه، لکن یاد چی هستن؟ در خساره هستن. همین مالش برش آتش میگردن. همین موترش در روز قیامت ببینی که یگان در تخته پشتش موتر هم کش کده میره. کجا میبری؟ 2016 را حالا صاحب میره از مال حرام خریده بودم، اینه میره گفت پشتش کو دیگه، حالا تخته پشتش 2016. یکی دیگه ببینی که کپک چی که خدا کشانده مثل حلزون میگه، چی میگه او را میره دیگه. از صفات شیطان چی است؟ که شیطان همیشه دوستای خدا میترسانه. همین بسیاری کسا هست که والا جن آمد، که والا مرا زد، که والا در خانه ما تو کرد، که والا تو کرد. بیدین هستی، ایمانت ضعیف است، عقیدت درست نیست. این قرآن بخوان، الله متعال میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. شیطان چی عادت داره؟ اینمی شیطان است که دوستای خود، کسایی که در راهش روان است، یارا میترسانه. یک روز یک شیطان کتمه بحث میکرد، میگه کلمه بخوان، نه ولا باز ابلیس قاروک است، عاجل درم میده. ما گفتم خانه پر پلو لا اله الا الله که بخوانی، الله متعال بر 2 ملائکه را بادیگارد میته که قطعت است که شیطان با سر تو غلبه کردن میتونه. حالا ما و شما یک ملائکه دست راست ماست، یکی ملائکه دست چپ ما. اردوی از این ملائکه چی میکنن؟ اعمال ما رو نشون میدن. یک ملائکه پیشری ماست، یک ملائکه ده پشت سر است. یا حفظت الکرام هستن یا کرامن کاتبین هستن. این دو تا چی هستن؟ حفظت الکرام. کرامن کاتبین اعمال نوشته میکنن. حفظت الکرام چی میکنن؟ از شیطان و از دسایس شیطانی و حملات از چی میکنن؟ برش میگه خدا نزدیک نکنیم. شیطان خشت در جان ما گرفت، یک وقت کلمه خوان. برش گفتم چرا کلمه خواندی؟ گفت من چیز را دیدم که شما نمیدیدین. گفتم خب بگو چی را دیدی؟
گفت همون لحظه که من میخواستم خودت قرآن میخوانی، من قرآن نخوانم. گفتم تو چی هستی؟ من قرآن خوانده میرم. نخوان که میذارم. گفتم برو من قرآن میخوام تو بزن. گفت اونجا ملائکه شش بود سر من سلام میکرد. گفت دستت دراز کنی وضعیتت خراب است. این قرآن میخوانه، تو که قرآن خوان چی میکنی؟ باور کن یک کسی خودش جن داشت همینجا بر ما قصه کرد. پس من نمیفهمیدم چی هست. منتها شیطان اول کامل مرا گفت اجازه میدی من دست خودت دست سرت بانم. گفتم نه تو چیکار هستی دست سرم بانی؟ روز که دست مردار ده مناظره میکنیم به دست. Don't touch me. وقتی که گپ میزد من خوانده میرفتم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. چون ما قدرت نداریم. قوت و قدرت از الله هست و در کلام الله هست. ما فهمیدیم که سر من حمله میکنه. گفت میزنم میکشم. گفتم خلاص چند دقیقه میکشی؟ گفت 5 دقیقه بعد. گفتم خلاص قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي نخان. گفتم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد. ساگه ما 7 دقیقه شد. گفتم این 7 دقیقه شد بکش نه. گفت تو قرآن میخونی؟ گفتم دیگه ما صلاح خدا داریم. مسلمان باید چی باشه؟ مسلح باشه. صلاح مسلمان چی است؟ کلام الله است. باید داشته باشی. از این خاطر شیطان چیز کنه. این حال الله متعال چی میگه در سوره آل عمران آیت 175 انما ذالکم الشیطان یقینا که ای امو شیطان است که یخوف اولیاء کی را میترسانه؟ دوستای خدا. در خانش نماز نیست، عبادت نیست، اذکار مسنونه را نمیخوانه. فهمیدی یعنی؟ سوره بقره در خانش خوانده نمیشه، تلاوت قرآن نیست، تمام روز خواندن است، فیلم است. خودش هم تمام روز در موبایلک خود فیسبوکش چالان است. در فیسبوکش هم 200 دانه عکسای خراب و بی‌حیایی. یک دفعه ناقل دیوانه ور خنده کرده میره، عکسای لچکی و گپای چیز. یک دفعه شیطان میاد چی میگه؟ یک روز استاد راسخ گفت یک شیطان گفت که من در جان فلانی نفر داخل شدم. چه قسم داخل شدی؟ گفت 15 روز به الله دعا کردم که یا الله اجازه بده که من داخل ازی شوم. فهمیدی؟ شیطان 15 روز دعا میکنه که من در وجود ازی شخص داخل شم. اگر تو دعا کنی دعای شیطان خنثی میشه. و الله عذر میکنه یا الله من اجازه بده، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله تو خالق مستی هستی. این حال اگر بنده با الله باشه و کلام الله با همراهش باشه، الله برش میگه که خدا شور داده نمیتونی. ملائکه الله برش میگه خدا شور بیتی تکت تکیت میکنم. انما ذالکم الشیطان یقینا ای امو شیطان هست که یخوف و میترسانه کی را؟ اولیاء دوستای خود را. فلا تخافوهم. ای مسلمان ها شما که عقیده درست دارین، ایمان درست دارین، الله را میشناسین، صفات الله را میشناسین، عظمت الله را میشناسین، جلال و بزرگی الله را میشناسین، فلا تخافوهم از آنها نترسین و خافونی. این نونزرنی علامت ازی است که اینجا یا حذف شده و خافونی اصلش است. یعنی الله میگه بترسید از ما این کنتم مؤمنین اگر شما مؤمنای حقیقی هستید. از این شیطان ها نترسین. نه تقدیر تو رو به دست از او هست، نه زندگی تو به دست از او هست، نه رزق تو به دست از او هست، نه صحت تو به دست از او هست، نه مرض تو به دست از او هست. چرا از او میترسی؟ علتش چی است؟ سگو چه خوب یک فرمول الله متعال میده میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. اشتمش وعده های شیطان است که انسان چی میده؟ وعده های دروغ میده و با خواهشات نفسانی انسان مبتلا میکنه. قاری صاحب سوره نساء آیت 120 یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. خب شیطان چی میکنه؟ یعدهم وعده میده اینا را، دویتا وعده ورکی و یمنیهم و بر از اینا آرزوهای عجیب و غریبی را پیش میکنه. و ما یعدهم الشیطان و الله متعال میگه که شیطان اینا را وعده نمیده الا غرورا مگر وعده های مغرورانه دروغین، وعده هایی که کلش اساسش فریب است. دیگه چی میکنه شیطان؟ الشیطان یعدکم الفقر.
شیطان همیشه می شما را وسوسه میکنه. اگر در راه دین الله مصرف کنی باز فقیر میشی، اگر درس بخوانی باز از فلانی کار میمانی، اما وقتی که اگر باز تلویزیون شیشی باز هیچ وقت فقیر نمیشی. بچی همیشه وسوسه‌اش چی است؟ فقیر میشیم. و یأمرکم بالفحشاء، و امرتان میکنه به فحشا، اطاعت کنین. والله یعیدکم مغفرة من، و الله متعال شما را وعده میده به مغفرت و فضیلت. والله واسع علیم. سوره بقره 268 است. شکل دومش شروع میکنیم. این شکل اول بود. شکل دوم ای است که ابلیس و همکارانش به شکل رجال الغیب، ابلیس و لشکر ابلیس به چه شکل ظاهر میشه به انسان ها؟ به شکل رجال الغیب. اصلا رجال الغیب اینا نیستن. اصلا اگر شما قرآن بخوانین، ای کسایی که اینا را رجال الغیب میگن، در قرآن اینا معرفی شدن که اینا رجال الغیب نیستن، اینا رجال الجن هستن. سوره جن آیت 6 قاری صاحب میخونه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و انه و یقینا که کان بودند رجال من الانس، یک تعداد از انسانها، یعوذون که پناه می بردن، تعویذ می گرفتن، بند می گرفتن، فال می دیدن، تحت تأثیر رجال الجن می شدن. یا پناه می بردن به کی؟ به رجال من الجن، به مردهای از جن. فزادوهم رهقا، پس وقتی که این انسانها پیش جنها رفتن یا چی شدن؟ به اینا پناه بردن، جنها هنوز هم طغیان و سرکشیشان بیشتر شد. چرا طغیان و سرکشی از اینا بیشتر شد؟ به خاطر از اینکه جن میگه که خود این انسان مسلمانه که اشرف المخلوقات است، الله ای را عزت داده، ای از پیش ما میترسه، پس معلوم میشه که بسیار احمق است. هنوز هم جرأت پیدا میکنه، هنوز هم سرکشی شیطان چی میشه؟ بیشتر میشه. چرا خودت رفتی پیشش تسلیم شدی؟ در قسمت رجال الغیب بعضی کسایی رجال الغیب میگن، فالبینایی رجال الغیب میگن، جادوگرایی رجال الغیب میگن. متوجه هستین که بازی نخورین. فالبین، جادوگر، تعویذگر، مردمایی که شیطان ها هستن، یا چی میکنن؟ یا ایره میگن که هم الرجال المستترون عن العیون، میگه یا رجال الغیب کسایی هستن که از چشمای ما پت هستن. اما رجال الغیب وجود نداره، بلکه اینا رجال الجن هستن، اینا جنیات هستن، شیطان های جن هستن، مسلمان هایش هم نیستن. این شیطان ها، یکی از علما میگه گاهی در هوا پرواز میکنن. در مجموع الفتاوای علامه ابن تیمیه رحمه الله در جلد اول 71-13 ای چی میگه؟ میگه این شیطان ها گاهی در هوا پرواز میکنن، گاهی پیش یک کس غذا و نوشیدنی میارن، و کسایی که به امراض ارتباط دادن یا فکر میکنن که والا این کرامت از این شخص است یا این معجزه از این شخص است، در حالی که این شخص چی است؟ خودش یک شاگرد شیطان است، لکن ایره همین شیطان ها میخواد در نظر مردم یاری یک چیز بده که اوه والا فلانی شخص دیدیم که این تو کارا میکرد، در سر ها راه میرفت. علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه در جمله اشخاصی که با رجال الغیب یعنی شیطانای جنی ارتباط داشتن، کسانی بودن که با مشرکا به ضد مسلمان ها کمک میکردن. همین فالبین، جادوگر و تعویذگر بازی ها کت کافرها به ضد مسلمان ها چی میکنن؟ همکاری میکنن. اونا چی میگفتن؟ میگه مسلمان ها گناه کرده، باید ما کت کافرها جنگ کنیم، یک جای شویم تا که مسلمان های گناهگار بزنیم. این چی هست؟ خب اینال ای رجال الجن چه قسم؟ مثلا اینا میان امرای مردم ها چی میگیرن؟ تماس میگیرن، یا در خوش میایه یا در بیداری. یگان وقت در خو یک کس میایه، این خو است، شیطان است، میایه اینمی قسم
ایره برش در خوش چیز میپرته که بخی تو بسیار خوب آدم هستی. برای یک جاهل، یک بیدین، یک انسانی که خودش بیدین است، ایره تشویق میکنه. این صبح که میخیزه که ای نسای من خود دیدم این یک کس آمد پیشم، مرا گفت بخی دعوت شروع کرد. من باز خیستم دعوت شروع کردم. چه قسم دعوت شروع کردم؟ مرا گفت دیگه سر سبا ملنگ باش. این ما صاحب سر کل کردم، اینی چلتارم در کلیم ماندیم، اینی چپانه پوشیدیم، ترک دنیا کردم. آلی کس که آمد ترا گفت که بخی دعوت کو، بخی تو ترک دنیا کو، در خوابت آمدی دیدی. ای کی بود؟ نه دیگه یک سه گپ دیگه هم گفته خوره، باز برای من گفته کس را نگویی. یک کس در یک کشور عربی، من براتون قصهش هم کردم که گفت رفتم پیش یک جادوگری، برای من یک ورقه داد، گفت ایره برو بخوان. او را که خواندم جندا پیش ما آمدن. بالاخره گفت مرا گفتن چی میخوایم؟ میگه من گفتم میخوایم پیسه‌دار شم. گفت ما خب پیسه‌دار ما تو را نمیسازیم. گفت چی کنیم؟ گفت اول باید کافر شوی. میگه من گفتم برو سیز کافر میشم. میگه جندا گفت نه ما بسیار هوشیار هستیم، تو نشه که در دل دروغ بگویی. قرآن شریف بان سرش لغتای تبان که ما واسه فیلم تو را ببریم پیش کلان خود که تو سر قرآن لغت کردی. بازی گفت که من این کارم کردم. دیگه گفت که ما یک تعهد دیگه هم بکن. چی تعهد؟ گفت از یا گوسفند بز سیاه بگی مشتری تبو برو بز سیاه بیار، برو مرغ سیاه بیار. فهمیدی؟ بازی بز سیاه و مرغ سیاه رو ببر در تشناب در خاک انداز، اونجا به نام شیطان ذبح کن. میکنی کارو؟ میگه من ما این کارو میکنم، مقصد پیسه دار شو. باز میگه گفت که یک کار دیگه هم بکن. هر کسی از مراجعینی که پیش تو آمد او رو تا که کافر مشرک نساختی رخصت نکنی. برش بگو برو یک دیگ حلوا بکن نظر به نام فلانی مخلوق، برو در قبر فلانی شخص، در قبر یک فاسق رایش میکنه، برو در فلانی فاسق سازنده است، در قبر از یک دیگ حلوا ببن، در زیر قبر از یک مرغ بکش. چرا؟ وقتی که نظر عبادت بر مخلوق کردی مشرک شد، این در شرک داخل کرد. گفت من این کارا کردم یک تعداد. خب گفت حالا ما چی میکنیم برات؟ میگم من گفتم شما چی میگین؟ گفت ما بر راه پیسه پیدا کردن پیدا میکنیم. چرا؟ گفت اکثریت مردم عقیده را نمیفهمند. مثلا یک نفر وقتی که میگه دینش قاری صاحب چی کار کرده؟ اینال یک کسی میاد پیش من میگه والا استاد دینش من نمیفهمم چی کار کردی؟ الله میفهمه. خیلی کی میفهمه؟ ایره برش جن میگه یکی این شخصی که کدام کار میکنه ایره الله میبینه، دوم ملائکه که امرای عزیز اونا میبینن لکن ملائکه راز برای کس نمیگن، سوم کسی که ایره میبینه خودش است، چهارم کسی که کتش از انسان ها بوده، پنجم قرینش من الجن است، یک تا شیطان کت عزیز. این میفهمه که چی کار کرده. اینمی شیطان ازی برای ما خبر میده که دین شب چی کار کرده برای شب چی. وقتی که پیشش میره بس میگه گپ نزن ما برات میفهم که تو دین شب چی کار کردی، پری شب چی کار کردی، در خانه‌تون چی مشکل است، نام پدر چیست، نام پدر چیست. چرا او شیطان چی میکنه؟ قرین از او کس برای شیطانا خبر میده، این شیطان میه برای جادوگر خبر میده، جادوگر میه بر تو قصه میکنه. اینالی مردمی که علمیت نداره ایره نمیفهمه. این معلومات از کجا پیدا کرد؟ این شیطان برش میگه. شیطان مفتی گزارشات بر از این میده. این شیطان معامله داره کافر است، ایواز کسی فرار کنه بازو برش میگه اوه این خو عالم الغیب است، به خدا این ولی خداست. در دستای من گفتای مفتادن، در پایای من مفتادن که تو چقدر علم غیب داری. گفت این حالا بعد از این آینده شده دیگه دروغ گفتم میرفتم سر تو تعویض شده. خب چطور کنیم؟ والا تعویض شده دیگه، همین تعویض تر باز چی هست دیگه فهمیدی که من تعویض سر تو شده دیگه، بسیار تعویض خطرناک است. این یک هفته بعد میکشیت میموری دیگه، یک هفته بعد مرگت است. باز این فالبین برش میگه خب یک هفته بعد میمورم. میموری، تقدیرت من تغییر میدم. من نمیمانم که بموری. خب من تا ایزر مصرف داره. چقدر مصرف داره؟ حالا مصرف داره یک
20,000 مصرف داره، یک 200 من میگیرم. 20,200 دلتمو 200 میده، 20,000 دیگه میگیره دیگه. خودی خوب آدم هستی که از 20,200 تا 200 روپیه میگیری. برو خیر 100 دیگه شان بخششت برام 100 بده. خب من تا 20,000 من دیگه چی ندارم. اون از این طریقی مردکر 20,000 شان میگیره و این نفر عقیده کرد که اینمی فالبین کسی عالم غیب است. شرک شد نشد. اینمی فالبین کس میتونه که تقدیر چی کنه؟ تغییر بده. پس به این شکل باز برش میگه خب اینا قبول کرده، برو یک دانه مرغ سیاه بیار. خب مرغ سیاه چی میکنی؟ برو باز ما که تو خون از او برات یک تعویض نشه میکنم. این نمیفهمه که خون مردار است، که تو خون وقتی تو قرآن نوشته کنی کافر میشی. که تو خون قرآن نوشته کنی، خون خود چتل است، کلام الله رو نوشته میکنی. به این شکل رجال الغیب که از بعضی اوقات به یک شکلی میه که انسان تحت تاثیر خود قرار بده. یک عالم قسم میکنه خود او عالم، منتها عالم موحد است. میگه یک وقتی که تو شاگردایم 6 تا بودم، بعد از نماز خفتن میگه از یا درس خواندیم که درس‌ها رو خلاص کردن. 1 ساعت 6 من قرار دادم دیوال تکیه کردم. عالم میگه خسته هستم، میگه که جای ما پرتم استراحت کردم که دیدم که یک کس آمد اما تو نیم متر دعوا متستاد است، یک ریش کلان، یک لنگی بسیار لوکس، یک چپن بسیار سفید، کالای سفید، همون تو که سایل میکنی همون تو جل بل میزنه. میگی که سنش سعی کرده، میگه مرا میگه بخوای چی میخوایی؟ هر چی که در زندگیت میخوایی برام بخوای که من برات بتم. میگه من که سنش سعی کردم 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه هم تو مکس کردم. میگه اصول مسائل داره که من چی برش بگم؟ میگه من برش گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من از تو شیطان به الله پناه میبرم. میگه تا شد آمد پیش من 6 میگه از چی فهمیدی که من شیطان هستم؟ میگه من از قرآن فهمیدم که تو شیطان هستی. چی گفت قرآن؟ گفت به خاطر از تو که آمدی بر من گفتی که بگی بخوای. تو یک بر خود چیز نشان دادی که یعنی العیاذ بالله دعوای الوهیت میکنی مثل فرعون واره و تو خدا نیستی، تو معبود نیستی. چرا؟ به خاطر از اینکه موسی علیه السلام که از مکه دارد بیش بسیار بلند بود و پیغمبر الله بود و اول العزم بود، برای الله گفت که یا الله خدا به ما نشان بده. گفت که لن ترانی، تو هرگز مرا دیدن نمیتونی. و پیغمبر که الله را دیدن نمیتونه دیگه من خونه ایدم، پس تو الله نشدی. ملائکه خیلی بی‌ادب نمی باشه که بگی از من بخوای. تو بسیار بی‌ادب بودی و بسیار بی‌تربیه بودی که پایت بی‌تربیگی. من فهمیدم که تو خود ملائکه نیستی. پس در جمله اولیاء الله و نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هم نیستی، به خاطر که قرآن میگه بل احیاء ولکن لا تشعرون. اونا زنده هستن لکن زندگی از اونا رو شما احساس کرده نمیتون. وقتی که خالق نشدی، ملائکه نشدی، نبی نشدی، ولی نشدی، پس چی ماند آخرش؟ شیطان. پس تو شیطان هستی. میگه برای من گفت که نوش جانت، علمت و عقیدت تو را نجات داد. اگر نه من مثل تو رو 40 نفر می قسم کافر ساختیم. چه قسم؟ خیلی برات قصه کردم. میگه یک شب رفتیم یک چند نفر که یک چند تا شاگردای خود 6 تا بودن، قسم میکردن و عبادت میکردن و تا و بالا. میگه یک وقتی شاگرداش که رفتم پیش این کلان ازیا. این کلان هم دیگه 6 تایی دیگه هم چی است؟ میگه که همین که خدا نشانش رو برش گفتم که بخوای چی میخوای؟ گفتی خو علم نداشت. میگه من ای قربانت شم مرا ببخش. من گفتم برو گم شو بخشیده شدی. گناه سابق ما ببخش، برو گم شو بخشیده شدی. گناه آینده ما ببخش، برو گم شو بخشیده شدی. نماز چطور کنم؟ از نمازم معاف هستی. روزه چطور کنم؟ میگه این مردکه خوشحال شد آمد پایای من ماش کرده. صاحب صبح که شاگرداش میره کجاستی؟ میگه که برین بچهای من رو دیگه رسیدم، شما میفهمین کارتان. میگه شاگرداش گفت که خب تا 11 بجه شب 12 بجه ما رو میشاندی، ها؟ بوغگکای تا سر ما چالان میکردی،
خیزده نفس ما رو کشیدی. حالا که نوبت رسیدن شد تنها خودکت میرسی. اگه بانیمت قیمت میکنین. میگه من برشان میگم گرازا گفت که خیر شما باشید، امشب میریم درباره شما هم گپ میزنیم. میگه باز دیدم که دمو جای یک شیشته دیگه تو قرار منتظر است. میگه باز آمدم گفتم که لوده باز چون اینجا آمدی؟ به عقل خبیث تو را من معاف نکردم. میگه صاحب من فقط یک پیشنهاد که دیگه هم دارم، خلاص دیگه باز نمیم. چی؟ میگه گفت که همی شاگردکایم. خب چی کرده؟ همی آرام یک بخشش کن. من برشان گفتم برو به خاطر تو وام بخشش هستن. نماز نخوانن، نه روزه نه، شراب بخورن هر گناه که میکنن بخشش هست، خلاص شد. میگه اینمی مردکه که 40-50 تا شاگرد خود کلشان به چی مبدل شدن؟ به زناکار و شرابخور بیدین. به نام چی که ما معاف شدیم و رسیدیم. اگر یا علم می داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم که محبوب الله هست از یک نماز معاف نشده. حتی روزی که بسیار مریض سخت است، یک صحابی در زیر از ایشان نشست، یک صحابی دیگه هم در زیر از ایشان دیگه پایه رسول الله هم کشکش کرده خودت حتی در جماعت میرسانه. در جماعت هم خودت تا لحظه‌ای که میتونه خودت در مسجد حتی از جماعت ترک نمیکنه. ای چرا 1-2 ماه 3 ماه پیش از مریضیش میگه من پیغمبر هستم شما برین بخوانین من، او چرا معاف نشد؟ او چرا نرسید؟ دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بیبی فاطمه الزهرا او چرا حجاب میکرد؟ او چرا میگه مرا در شب دفن کنین که جسد مرا نامحرم نبینه؟ عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که زخمی شده در حالت زخم خون از بدنش جریان داره، لکن وقت شام خونه شده، وقت نماز خونه است که نماز خدا بخونه. حسین رضی الله تعالی عنه در حالی که خون از بدن جریان داره، وقت نماز هست نیست که من نمازم از پیشم قضا نشه. پیغمبر از نماز معاف نشد، صحابه معاف نشدن، آل بیت پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم معاف نشدن. تو چی کاره هستی که معاف شدی؟ کی تو را معاف کرد؟ معلوم میشه که سند معافیت هزیره و کار هزیره کی برش داده؟ شیطان داده. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لکن اکثریت مردم علم ندارن. یکی دیگه میگه والا یکی از دوستای الله بود در یک جای 40 سال برهنه شیشته بود. دوست الله خب باید عورت خدا پد کنه. این شیطان برش گفته که عورت به کل مردم نشان بده. این ولی شیطان است. این انسان باید این مسائل کم کم با قرآن رجوع بکنه. شکل سوم از این چی هست؟ تربیه بعض انسان ها من حیث شاگردان شیطان. بعضی اوقات ابلیس بعضی اشخاص تربیه میکنه، مثلا شاگردای جاهل تربیه میکنه که یا خدمت کی بکنن؟ خدمت ابلیس بکنن، یا به شکل مستقیم میایکتش یا به شکل خواب میای پیشش، یا را شیطان وسیله جور میکنه برای خواب. مثل که ما شما گفتیم اینه به شکل رجال الغیبی نگه پا. بعضی اوقات شیطان بعضی از خانم ها را به نام پریزن، یک خانم بی سواد بیچاره که نمیفهمه ایره میره میگه چی است؟ میگه که از این پری شیشته و این پریزن است. بازی پریزن میخیزه چیزی که شرک و کفر است انجام میده. تاویزایی میده که تاویزش هیچ خوانده نمیشه، گپایی میزنه که هیچ فهمیده نمیشه. پس در حقیقت شیطان در وجود ازی داخل شده و ایره چی میکنه؟ گمراه میکنه. بعضی اوقات پیش انسانهای منحرف گناهکار شیطان میره و او را برش میگه که تو بسیار خوب آدم هستی، گناه را ترک بکن، بخی تاویز بده، بخی فال ببین. باز یک دزد میبینی، یک قاتل میبینی که صاحب ملنگ جور شده، تا دیروز از طریق حرام زنا میکرد، آله به نام ملنگ و به نام دوست امو جنایت ها را میکنه. قرار در اتاق شیشته زنا میاد، دستش ماچ میکنه و باز دست از زن شورک میده و شورک میده.
میده. تو چه قسم دوست الله هستی که زن نامحرم دست میدی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم که زن نامحرم دست نمیداد. بیعت که میکرد با خانم ها به زبان میکرد. توی قدر تقوا داری که نه. پس این انسان منحرف است، لکن شیطان تا دیروز از اون لباس ازش کار میگرفت، آله به این لباس دیگه قرار شیشته لباس های چیزا پوشیده خوبش، لکن کار شیطان میکنن. ششمش تربیه شیطانی ساحره، جادوگرا را شیطان تربیه میکنن. و تبع ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. این آیت شریف انشاءالله تعالی صبا بخیر ترجمه و تفسیر شما میخوانیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب